انسانی که زیناکار است از زیناکاری 6 ضرر میکنه. 3 ضررش ضرر دنیوی است و 3 ضررش ضرر آخرتی است. برادران از اینها ضرر اندک نیستند. خوب اهمیت بده. اون ضررهایی که ضررهای دنیایشان پیغمبر بزرگوار گفتن فذهاب البها، انسانی که یعنی که زیناگار است خداوند او را چقدر بیقدر میگرداند، چهره او را بینور میگرداند، او را در نظر مردم بسیار بد یعنی بدنمایان میکنه خداوند. انسان زیناگر چهره نورانی نداره. و دویمش و دوام الفقر، انسان زیناگر خداوند دوامناک یعنی کمبغلی و خاری و ناداری را در حیاتش می آورده است. و آخرش و قیصر العمر، خداوند عمر انسان زیناگر را کوتاه می کرده است، رشته عمرش کوتاه می کرده است.